متاسفانه هیچ جایی روش صحیح آب خوردن رو بهمون یاد ندادن. شما 2 ساعت قبل از اینکه آب بخورین اگه چند تیکه خیار رو توی لیوان آبتون بندازین تا خیس بخوره، به شدت اون آبی که بعد از 2 ساعت استفاده میکنین میتونه واسه شفافیت پوست، کاهش وزن بهتون کمک کنه. چند اسلایس لیمو رو بذارین 2 ساعت توی لیوان آب خیس بخوره، بعد اون آب رو استفاده کنین و بنوشین. کمک میکنه تا بدنتون چربی سوزی انجام بده، کامل بدنتون رو سمزدایی کنه. اونایی که یه عالمه محصول پوستی و سفید کننده میخرن، چند تیکه کیوی رو توی لیوان آبشون بندازن، یه 2 ساعت خیس بخوره، بعد اون آب رو بخورن. به شدت واسه این قضیه میتونه بهتون کمک کنه. مخصوص پوست خوبه. اگه میخوای پوستت و موهات جون بگیره و کامل آب رسانی بشه و اشتهات هم کم بشه، یه قاشق چای خوری دانه چیا رو از عطاری تهیه کن، میذاری 20 دقیقه داخل لیوان آبت خیس بخوره، بعد نوش جان کن، ولی حتما اون 20 دقیقه رو بذار خیس بخوره. به این روش آب خوردن میگن دتاکس واتر. یه عالمه از این دتاکس واترها به همراه خواصشون و نحوه تهیه‌شون براتون آماده کردم که یه سریاشونم ترکیبشون خیلی خوشمزه است. فقط کافیه کلمه آب رو زیر همین پست برام کامنت کنی تا برات ارسال شه. فقط یاد نره که حتما باید فالوم داشته باشی تا پیامم برات بیاد.